با عرض سلام خدمت عموم خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فقری امشب رو با قرائت فاتحه آغاز می‌کنیم. برادر مکرم امیر علی خان لباف بفرمایید. از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و منجع السالکین و ملاذ المؤمنین، حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علی شاه قدس الله مرقد الشریف، الفاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. آیاتی به عرض شما رسید از سوره مبارکه آل عمران در رابطه با شریعت ابراهیم که حنیف نام داشته، در ادامه مطالبی که در مجالس فقری پیشین به عرضتون رسید و تکملش رو در این سوره مبارکه دنبال بفرمایید. Concerning with Abraham's Sharia, which is called Hanif, in continuation of what was said in the previous sessions, we will continue it in Surah Al-Umran. Heute sprechen wir wieder über die Sura Al-Imran, wie wir sie beim letzten Mal auch besprochen haben. Und zwar geht es hier wieder um den Weg des Propheten Abraham, der Hanif. چنان که خدمتتون عرض کردم، آیه شریفه قرآن مجید می‌فرماید که و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع. یعنی خداوند بیان می‌فرماید که هر جایی که یک شیئی هست، خداوند همراه با اون شیء هست. و همچنین می‌فرماید که هر جایی که یک فرد انسانی وجود داره، خداوند همراهش هست، بسیار بسیار نزدیک بهش.
بلکه بنا به فرمایش قرآن مجید از رگ گردن هر فردی خداوند به او نزدیکتره. مع ذالک مشاهده میکنیم که با اینی که هر فردی انقدر نزدیک به خداونده، مع ذالک برای امور عبادات که در هر شریعتی یکی از دو پایه است، یک پایه دیگرش معاملات، هر شریعتی بر دو پایه استواره: عبادات و معاملات. عبادات اون رکن ثابت هر شریعتی رو تشکیل میده و معاملات اون رکن تحول پذیره، چون در رابطه با مناسبات اجتماعی. اما هر شریعتی اون بخش مربوط به عباداتش که تنظیم کننده رابطه فرد و جامعه با خداونده دارای یک مجموعه ای از مناسک، مراسم و شعائر دینیه. یعنی ممکنه که انسان در ضمیر خودش به خداوند مشغول باشه و خداوندم قریب باشه، یعنی نزدیک باشه به هر فردی، از رگ گردنش هم نزدیکتر باشه. اما وقتی که انسان تابع شریعت حنیفه، باید یه سری مناسک عبادی رو انجام بده. هر شریعتی یک میزان مناسک عبادی داره که باید انجام بگیره. نمیشه گفت که وقتی خدا انقدر به آدم نزدیکه دیگه چه نیازی به این همه مراسم و مناسک وجود. این مراسم و مناسک جزء شریعته و پیغمبرانی که صاحب شریعت هستند این آداب و مراسم رو آموزش میدن و پیروان اون شریعت رو تربیت میکنن بر اون اساس مناسک و مراسم. بفرمایید. It is said in the Quran that wherever there is an object, God is with that object. And it is also said in the Quran that wherever there is a human being, God is with him and is very, very close to him. To that extent that according to Holy Quran, God is closer to him than jugular vein of each person. However, we observe that although even every person is so close to God, but God has determined customs and ceremonies for humans, which is one of the two foundations of any Sharia law. Another basis of any Sharia is deals. Therefore, every Sharia is based on two foundations or two pillars: worship and deals. In fact, acts of worship are considered to be a constant pillars of Sharia law, and deals are its variable and transformable pillar because transactions are the pillar of social relations. But in every Sharia, the pillar of worship which regulates the relationship of individuals and society with God contains a set of rituals and religious rituals. A person may be busy with God in his own mind and be close to God, but because as it was said, God is closer to every person than his jugular vein. But when a person becomes subject to the Hanif Sharia, he must perform a series of religious rituals. Every Sharia has a certain amount of religious rituals that must be performed. It cannot be said that when God is so close to each person, what is the need for all these religious ceremonies and rituals? These ceremonies and rituals are a part of Sharia, and the
prophets who are the owners of the Sharia taught these rituals and ceremonies, and the followers of the Sharia trained the rituals and ceremonies based on this. Es ist so, dass Gott immer bei den Menschen ist und Gott immer mit den Menschen ist. Und Gott ist jedem Menschen nahe. Gott ist dem Menschen sogar viel, viel näher als die eigene Halsschlagader. Das heißt, Gott ist immer bei dem Menschen. Das bedeutet aber nun nicht, dass der Mensch einfach sich darauf beruhen und verlassen kann, sondern der Mensch muss sich Gott auch nähern, um Gott zu erfahren. Und hier gibt es zwei Säulen, die wichtig sind, die wichtig in einem Glaubenssystem sind. Und zwar ist die eine Säule die Säule des Gebetes. Das Gebet, was verrichtet werden muss, um sich Gott zu nähern. Auf der anderen Seite ist die andere Säule das Leben und das Verhalten in einer Gesellschaft. Und dieser Punkt kann sich oft stark ändern, nämlich in Anbetracht der Begebenheiten, in der ein Mensch lebt. Das heißt, in Anbetracht der Gesellschaft, in der ein Mensch lebt und in Anbetracht der Zeit, in der ein Mensch lebt. Aber diese beiden Säulen müssen sozusagen da sein, von der die eine sich immer wandeln kann, je nach Gesellschaft, je nach Zeit, je nach äußerlicher Umgebung. Und der andere Teil, das Gebet, nämlich die Anbetung Gottes, die bleibt immer vorhanden. Diese Säule wird sich nicht verändern. Nun ist es hier wichtig, dass man dieses beherzigt und auch weiß, dass dieses im Pfad der Hanif vorhanden ist und dass es hier eine Säule auf dem Pfad der Hanif ist, dass dieses Gebet nicht verworfen wird und dieses Gebet eine ganz gewisse Aufgabe hat für den Gläubigen, um sich Gott zu nähern. به این دلیل میفرماید لکم اسوة حسنه فی ابراهیم والذین معه، یعنی الگوی بسیار نکویی در ابراهیم علیه السلام و در پیروان ابراهیم برای شما که اهل ایمان هستید وجود داره. این رو خطاب به پیروان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید و به طور کلی به همه مؤمنان که ابراهیم رو به عنوان یک الگو معرفی میکنه، یک الگوی توحیدی معرفی میکنه ابراهیم رو. و در عین حال میفرماید فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. فتبعوا یعنی تبعیت کنی، یعنی پیروی کنی. پیروی کنی از چی؟ ملت ابراهیم حنیفا، از مکتب ابراهیم، از مکتب توحیدی ابراهیم، از سبک زندگی توحیدی ابراهیم که حنیف نام داشته. این مکتب ملت در قرآن مجید به معنی مکتبه، به معنی سبک زندگی، روش زندگی. پس از یک طرف می‌فرماید در سوره ممتحنه که ابراهیم یه اسوه، یه الگو برای کسانی که میخوان با روش توحیدی زندگی بکنن. و در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید فتبعوا، یعنی پیروی بکنید ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. بفرمایید.
This is why the Quran says that there is a very good pattern in Abraham and the followers of Abraham for you who believe. This is addressed to the followers of Prophet Muhammad. May God bless him and grant him peace. And in general, the Quran introduces a model of monotheism to all believers and introduces him as a clear example, and at the same time asks to follow religion of Abraham, Hanif, that is from the school of Abraham, from the monotheistic school of Abraham, from the monotheistic lifestyle of Abraham, who was called Hanif. The word millat in Holy Quran means school of thought. It means lifestyle and way of life. So, on one hand, the Quran says that in Surah Mumtahinat that Abraham is a clear example and a good model for those who want to live in monotheistic way. And also in Surah Al-Imran, the Quran says to follow the school of Abraham, Hanif, and do not be a polytheist. Der Koran gibt hier auch ein Beispiel, wie man leben soll. Und zwar sagt der Koran, dass das eins der besten Beispiele, die man haben kann, der Prophet Abraham ist. Und hier sagt der Koran das auch zu den Anhängern des Propheten Mohammed im Koran, dass man dem Beispiel Abrahams folgen soll. Nun, warum soll man dem Beispiel Abrahams folgen? Weil Abraham der Vater der Propheten ist und Abraham der Begründer der Schule des Monotheismus ist. Das heißt, Abraham hat den Monotheismus gelehrt und Abraham hat auch den Monotheismus gelebt. Das heißt, wenn man Anhänger Gottes sein will und Gott folgen will und Gott liebt, dann muss man ein Monotheist werden. Und das beste Beispiel, das beste Lebensbeispiel, auch für die Lebensweise, ist der Prophet Abraham, weil er den Menschen den Monotheismus gelehrt hat. یعنی قرآن مجید میفرماید اینجایی که اهل کتاب قل یا اهل الکتاب لما تکفرون بآیات الله قل یا اهل الکتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا. خطاب به اهل کتاب میکنه که یعنی پیروان شریعت موسی علیه السلام، پیروان شریعت عیسی علیه السلام. این بزرگان، این پیغمبران صاحبان شرایع بودند، اما بعداً اشخاصی اومدند و اضافه کردند، اضافاتی وارد شریعت موسی علیه السلام کردند، وارد شریعت عیسی علیه السلام کردند، همونجوری که وارد شریعت محمد صلی الله کردند. میفرماید خطاب به این بزرگان ادیان آسمانی که خودشون رو منتسب به حضرت موسی، حضرت عیسی میکنن، خطاب میکنه که چی؟ که اگر برگردید به سمت ابراهیم، ابراهیم شخصیتیه که میتونه الگو باشه برای همه موحدان. یعنی اعم از این که مسیحی باشه، اعم از این که موسوی باشه، یعنی پیرو حضرت موسی باشه یا حضرت عیسی یا پیرو حضرت محمد، اگر برگردن به حضرت ابراهیم، همه با همدیگه به اتحاد میرسن، همه با همدیگه به وحدت میرسن. حضرت ابراهیم دارای یک شریعتی هستند به نام شریعت حنیف که پیش از شریعت حضرت موسی و عیسی و حضرت محمد بوده. اون نقطه اتحاد و ائتلاف همه مردمیه که خودشون رو موحد میشمرن، اما دارای برداشت‌های متفاوتی از دین هستند. اگر به ابراهیم برگردن، بهترین الگو رو پیدا می‌کنن. این مطلبیه که قرآن مجید داره برمیگرده.
میگه برگردید و با ابراهیم به وحدت و اتحاد و ائتلاف برسید. میخواید میثاق دوستی با هم ببندید، بر مبنای تعالیم ابراهیم علیه السلام اون پیمان ببندید. داره این میگه آیه شریفه بود. بفرم. The Quran addresses the people of the heavenly books who are the followers of the Sharia of Moses, peace be upon him, and the followers of the Sharia of Jesus, peace be upon him. These prophets were the owners of laws, but later some people came and added some additions to the law of Moses and the law of Jesus, just as also some people came and added some extras to the law of Muhammad, peace be upon him. The Quran addressed to followers of these heathen religions who attribute themselves to Moses and Jesus and say to return to Abraham, because Abraham is a character who can be a role model for all believers. That is, whether you are a Christian, a Jew, or a follower of Prophet Muhammad, if you return to Prophet Abraham, you will all be united with each other. All of you will be united with each other. Prophet Abraham has a Sharia called Sharia Hanif, which was before the Sharia of Prophet Moses and Prophet Jesus, and of course before the Sharia of Prophet Muhammad. This Sharia is point of unity and coalition of all people who consider themselves believers, but they have different perceptions of religion. If they return to Abraham, they will find the best example. This is what the Holy Quran says. The Quran says to return and achieve unity and alliance by Abraham. If you want to make a friendship pact or to achieve an accord, make then a pact based on Abraham's teachings, peace be upon him. Der Koran fragt das Volk der Schrift, also die Juden und die Christen, die ein heiliges Buch, eine heilige Schrift bekommen haben. Der Koran fragt und sagt, warum seid ihr vom Weg abgekommen? Warum habt ihr eurem ursprünglichen Weg, der euch gelehrt wurde von Jesus, der euch gelehrt wurde von Moses, warum habt ihr diesem Weg andere Dinge hinzugefügt und dadurch diesen Weg verfälscht? Und genauso ist es ja auch mit dem Weg des Propheten Mohammed passiert, dass nach seinem Ableben diesem Weg, den er gelehrt hat, Dinge hinzugefügt wurden, die gar nicht dorthin gehörten, die gar nicht dem Weg dienlich sind und einem sogar abhalten können, zu Gott zu gelangen. So sagt der Koran weiter, wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr euren Weg verlasst oder befürchtet, dass ihr euren Weg verlasst, dann besinnt euch auf euren Ursprung zurück. Und der Ursprung ist hier der Weg des Propheten Abraham. Denn all diese Wege gehen zurück zu Abraham. Denn Abraham ist der Begründer der ersten monotheistischen Religion. Er hat gelehrt, wie man den Weg der Einheit geht. Und wenn man nun all diese Wege zurückführt, dann münden sie alle in dem Punkt, in dem sie sich bei Abraham wieder vereinigen. Und so ist hier der Hinweis an alle Anhänger der verschiedenen heiligen Bücher, dass sie sich zurückbesinnen sollen und den Weg der Hanif, den Weg Abrahams folgen sollen. اینی که میفرماید وقتی که خداوند حضرت ابراهیم رو مأمور کرد که ایشون شریعت حنیف رو عرضه بکنن به جهانیان، ایشون رو مأمور کرد که یک معبدی رو برپا بکنن، یک عبادتگاهی رو برپا بکنن، یک خانه‌ای بسازن برای اینی که خدای اون خانه معبود همه جهانیان باشه.
همه رو به سوی اون خانه بیارن و خدای اون خانه رو عبادت بکنن. نقطه مرکزی باشه در این دایره‌ای که در سراسر کره زمین هست. هر کسی هر جایی که قرار گرفته رو به این نقطه عبادت بکنه. یکی در شرق عالمه، یکی در غرب عالمه، یکی در شمال عالمه، یکی در جنوب عالمه. اما وقتی رو به اون نقطه مرکزی همه توجه بکنند، گویی تمام مردم دارن رو به همدیگه نماز میخونند، دارن رو به همدیگه دارن خدا رو میپرستند. یعنی در یک اشل بین المللی، در یک دیدگاه جهانی، نه محدود و محلی، خداوند این طرح رو به ابراهیم علیه السلام امر کرد که عرضه کنه به جهان. آیین حنیف یک آیین و شریعت جهانیه برای همه مردمیه که میخوان به راه توحید برن. یک دین قومی یا یک دین محلی نیستش. و پس میفرماید ان اول بیت وضع للناس، اولین بیت یعنی خانه‌ای که به عنوان معبد و عبادت خانه درست شده برای مردم که بخوان خدا رو عبادت کنن، للذی به بکة مبارکا، همینی که در مکه وجود داره که لغت مکه در قرآن به کار نرفته، اما بکه به جا به کار رفته که اینجا درست شده از بابت هدایت همه مردم. فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. و یه مناسک و مراسمی داره که حالا عرض میکنم خدمت. بفهم. This is what the Quran says when God commissioned Prophet Abraham to present Hanif Sharia to the world. God commissioned him to build a temple, to build a place of worship, to build a house, so that the God of that house would be for all people of the world, and bring everyone to that house, and to the worship the God of that house. It would be the central point for the circle around the whole of the globe, and everyone should worship facing this point wherever they are. One in the east of the world, one in the west, one in the north, and one in the south of the world. So, when everyone pays attention to that central point, it is as if all the people are praying to each other. They are facing with each other and worship God that is in an international style, in a global perspective, not just limited or local. God ordered plan to Abraham, peace be upon him, to present it to the world. The Hanif religion is universal religion and Sharia for all people who want to follow the path of monotheism. It is not an ethnic religion or a local religion. And then he says to the first the first house that was built as a temple and house of worship for people to worship God. The same house that is now in Mecca. Of course, the word Mecca is not used in the Quran, but instead the word Mecca is used, which indicates the Mecca. And this place was built by Abraham to guide all people, where Abraham's position is also located. Gott hat Abraham den Weg der Einheit gelehrt. Und dieses sollte Abraham dann an seine Anhänger weiterlehren, weiterzeigen. Aber Gott hat Abraham auch einen Ort gezeigt, an dem er dieses verbreiten soll. Und zwar ein Ort, in dem Abraham ein Haus bauen soll. Und dieses Haus dann das Haus Gottes, Beitullah, genannt werden soll, in dessen Richtung die Menschen beten sollen. Und hier ist nun das Wichtige daran, dass die Menschen
aus dem Westen in die Richtung beten sollen, die Menschen aus dem Osten auch in diese Richtung beten sollen, genauso wie die Menschen aus dem Süden in die Richtung dieses Hauses beten sollten und die Menschen aus dem Norden in die Richtung des Hauses beten sollten. Das bedeutet, dass diese Herangehensweise, dieser Pfad der Einheit, kein Pfad war für nur einen Stamm oder ein Volk, sondern dieser Pfad ein internationaler Pfad war, ein Pfad für alle Menschen gedacht, egal ob sie aus dem Norden, Süden, Westen oder Osten sind. Und dadurch, dass sie alle in eine Richtung beten, werden sie alle miteinander vereint in dieser Einheit durch diesen Pfad der Einheit. Und so wird es auch im Koran beschrieben, dass alle Menschen in diese Richtung beten sollen. Und zwar ist dieses Haus Gottes, und so wird es im Koran gesagt, in Bekka, was dann später zu Mekka geworden ist. Und in diese Richtung sollen auch die Muslime sozusagen beten, weil dieser Glaube, den der Prophet Mohammed gebracht hat, die Fortführung des Glaubens Abrahams ist und dieser Pfad ein Pfad für alle Menschen ist und nicht nur für ein spezielles Volk. میفرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یکی از اساسی ترین ارکان شریعت ابراهیم بعد از اینکه اون خانه رو درست کرد، نه فقط فرمود که رو به اون خانه باید توجه بشه موقع نماز خواندن، موقع عبادت خداوند، بلکه مقرر فرمود که موحدانی که پیرو آیین حنیف هستند برای زیارت این خانه هم مسافرت کنند به اون نقطه و مناسک و مراسمی رو به جا بیارن. ولله علی الناس حج البیت، این فریضه‌ایه که از جانب خداوند برای عموم مردم مقرر شده که عبارت است از حج در خانه خدا. یعنی جای دیگه نمیشه بر اساس شریعت ابراهیم، هر جایی میشه ایستاد و نماز خوند رو به مکه، ولی به جای مکه جای دیگر رو نمیشه زیارت کرد به عنوان حج. به عنوان حج فقط باید رفت مکه، جای دیگه به بدیل مکه وجود نداره. گفته نشده که بدل از مکه من مثلا این امامزاده رو میخوام طواف کنم دورش، این همچی چیزی وجود نداره. این مقرر شده. وقتی میفرماید ولله علی الناس حج البیت، اینجا این البیت بیت الله مقصود همونی که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة، همون که در مکه است. این پس روشن. حال چرا این مناسک چه خاصیتی داره؟ چرا اصرار بر اینه که در اون نقطه عمل حج انجام بشه؟ به خاطر اینه که قرآن مجید تشریح می‌فرماید و در صحف ابراهیم هم تشریح شده بوده، چون پیغمبر می‌فرماید این چیزایی که من دارم به شما آموزش میدم در صحف ابراهیم ذکر شدن، نوشته شده. در قرآن مجید می‌فرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. یعنی اینجا دو جریان متعارض و متضاد که تضاد آشتی ناپذیر با هم دیگه دارن در برابر هم.
به لحاظ ارزشی و به لحاظ مکتبی قرار گرفتن. یکی جریانه که ما بهش میگیم مسیح و یکی جریانیه که ما بهش میگیم ضد مسیح. کرایست، آنتی کرایست، اینا هر دوش وجود داره و در تقابل با هم. هر چیزی که در مکتب کرایست ارزش تلقی میشه از نظر پیروان مکتب آنتی کرایست ضد ارزش به شمار میره و هرچی نزد اونها ارزش به شمار میره از نظر طرفداران کرایست ضد ارزش به شمار میره. طاغوت و الله، قرآن داره میگه فمن یکفر به طاغوت، کسی که رو برگردونه از طاغوت و یؤمن بالله و ایمان بیاره به خدا، و برعکسش کسی که از خدا رو برگرد و به طاغوت بپیونده. خب این چه ارتباطی حالا به حج داره؟ اینه که شما وقتی برای حج میری در مکه، در مراسم حج فقط این نیستش که طواف خانه خدا میکنی، طواف بیت الله کنی. 7 بار باید دور بیت الله طواف بکنی، دور کعبه باید 7 بار بگردی. اما همزمان یک ستونی اونجا قرار داره که ستون طاغوته، که علامت طاغوت. یه ستونی اونجا قرار داره این که علامت آنتی کرایسته. یه ستونی اونجا قرار داره که علامت شیطانه و باید به اون 7 سنگ پرتاب بکنید. این دو کار باید با هم بکنید. جزء مناسکیه که ابراهیم باید در اونجا. یعنی رد ضد مکتب توحیدی و قبول مکتب توحیدی، این دوتا باید با هم انجام بشه. هم خدا اونجا خانش بنا شده و هم شیطان اونجا ستونش برپا شده. حالا شما باید انتخاب کنید بین این. بفهم. One of the most basic pillars of Abraham's law after he built this house, it was not just paying attention to that house during prayer. Rather, he ordered that the believers who follow the Hanif religion should also travel to visit this house and perform rituals and ceremonies there. This duty, which is prescribed by God for general public, is Hajj. Hajj cannot be performed anywhere else. According to Abraham's law, one can stand anywhere and pray facing Mecca, but one cannot visit any other place instead of Mecca as Hajj. As Hajj, you should only go to Mecca. There is no other place as an alternative to Mecca. It is not said that after Mecca, for example, I want to circumambulate this Imamzadeh or other pilgrimage place. There is nothing like it. This is established when God says that the Hajj is obligatory to people. It means that they should go to Mecca and perform rituals and ceremonies there. Why now? What are the characteristics of this ritual? Why insist that Hajj be performed at this point? First of all, we should pay attention to what is explained in the Holy Quran. It is also explained in the Abraham's scroll, because the Prophet said that the things that I am teaching to you is also mentioned and written in the Abraham's scroll. We read in the Quran that whoever disbelieves in Taghut and faith in God is holding a tight rope. In other words, it says that the Holy Quran, that there are two streams conflicting that have
irreconcilable conflict with each other. These two streams were placed against each other in terms of values and schools. One is the fellow called Christ, and the other one called Antichrist. These two streams are in conflict with each other. Everything that is considered valuable in the school of Christ is considered anti-value according to the followers of the school of Antichrist. And everything is considered valuable for them according to the followers of Christ, it is considered anti-value. The one who turns away from the Taghut believes in God. The one who turns away from God has joined the Taghut. But what does this have to do with Hajj? This is what you do when you go for Hajj. In Mecca, during the Hajj ceremony, it is not only that you circumambulate the house of God. Of course, you must circumambulate 7 times around Baytullah. We have to go to around the Kaaba 7 times, but at the same time there is a pillar there which is a Tyrannix or Zatan Kulum, a sign of Satan, a sign of Antichrist. This pillar is the symbol of Satan, and you must throw 7 stones at it. You must do these 2 things together. It means circumambulate the house of God and throw stones at Satan's pillar 7 times. This is part of rites that Abraham has determined. It means rejecting the school that is against a school of monotheism and accepting the school of monotheists. So, Abraham wurde also gesagt oder gelehrt, dass er seinen Anhängern sagen soll, dass sie in Richtung dieses Hauses Gottes beten sollen und wenn sie können, sie auch eine Pilgerfahrt, eine Hajj zu diesem Haus Gottes machen sollen. Und diese Pilgerfahrt zu dem Haus Gottes hat gewisse Riten und Rituale, die ausgeführt werden sollen, damit diese Pilgerfahrt richtig abläuft und angenommen wird. Und diese Pilgerfahrt sollte von jedem gemacht werden, der körperlich und finanziell in der Lage ist, diese Pilgerfahrt zu machen. Und genau dieses Gesetz gilt auch für die Anhänger des Propheten Mohammed, dass wenn sie können, sie diese Pilgerfahrt machen sollen. Das heißt, das Gebet, die Anbetung von Gott, kann aus jedem Teil der Welt geschehen. Egal wo man auf der Welt ist, man kann in Richtung der Kaaba beten, sein Gebet verrichten in Richtung der Kaaba. Aber die Pilgerfahrt, die Hajj, dort gibt es nur eine einzige, nämlich die Hajj nach Mekka. Eine andere Pilgerfahrt gibt es nicht. Wenn man also eine Pilgerfahrt macht, sollte man diese zur Hajj in Mekka machen und nicht irgendwo anders hin, um eine Pilgerfahrt zu machen. Und diese Pilgerfahrt hat, wie gesagt, einige wichtige Rituale. Und zwar, dass man beispielsweise 7-mal sich um die Kaaba herum bewegen soll, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass man mit 7 Steinen auf eine Säule oder 7-mal einen Stein in Richtung einer Säule schmeißen soll, die Satan, den Teufel, symbolisiert. Und hier sehen wir, dass es also 2 Strömungen oder 2 Bereiche gibt im Leben eines Menschen oder 2 Strömungen im Leben eines Menschen. Und zwar die eine Seite, die an Gott glaubt, die versucht, Gott nahe zu kommen, die also Christus verbunden ist, und dann eine andere Seite, die eher dem Taghut angenähert ist, also sprich eher dem Teufel angenähert ist, dem Satan angenähert ist und deswegen der Antichrist ist. Und so hat derjenige oder die Menschen, die Christus folgen oder dem Weg Christus folgen, gewisse
Eigenschaften, gewisse Prinzipien, die sie folgen. Und das genaue Gegenteil davon sind die Prinzipien und die Eigenschaften, die die Leute haben, die dem Antichrist folgen. Das heißt, wenn man sich Gott zuwendet, wendet man sich automatisch dem Antichrist weg. Und wenn man sich dem Antichrist zuwendet, wendet man sich automatisch von Gott ab. Das heißt, wenn man sich Gott annähern will, sich Gott hinwenden will, muss man sich automatisch von Taghut und vom Antichristen abwenden. Und dieses wird uns gelehrt hier. پس این کسانی که میگن طواف کعبه دل کن، که کعبه خود سنگی است که آن خلیل بنا کرد و این خدای خلیل، یعنی توجه به درون خودت، به ضمیر خودت داشته باش و سیر باطنی بکن که اصل سلوک اینجاست. توجه باید داشته باشم که اعمال حج فقط عبارت است از طواف بیت الله نیست. طواف بیت الله یه بخش از ارکان حج رو تشکیل میده. یعنی شما با طواف خانه خدا در زمره موحدین داخل میشین، اما با دجال تکلیفتون رو باید روشن کنید. دجال یعنی پیشوای مکتب ضد توحید، یعنی طاغوت. همزمان با طواف خانه خدا 7 بار چرخیدن به دور خانه خدا باید رمی جمرات بکنید. 7 سنگ به ستون دجال پرتاب، به ستونی که نماینده دجال در همونجا قرار داره، به ستونی که نماینده طاغوته. طاغوت پیشوای مکتب ضد توحیدیه. این دو کار باید با هم انجام بشه. یعنی شما زمانی میتونید داخل در زمره موحدان قرار بگیرید که صف بندی بکنید بر علیه دجال، نه بلا تکلیف باشید نسبت به دجال. شخص موحد فقط کسی نیستش که میره دور خونه خدا میچرخه و برمیگرده میگه من حاجیم. باید مناسک و شعائر ابراهیمی رو انجام بده. یکیش طواف به دور خانه خداست، یکیش هم تیر انداختن، تیر باطنی، تیر از ضمیر، از خاطر، به سمت یک ستون سنگی که نماینده مکتب ضد ارزش. ممکنه خیلی اصلا برن مکه فقط برن برای اینکه اون ستون شیطان رو ببینن، یا اصلا از این اصل غافل باشن، یعنی سرگردان باشن. پس حج واقعی رو کسی انجام میده که صف خودش رو معین میکنه.
چون ابراهیم این خط کشی رو انجام، این خط کشی رو بین دو صف، بین دو مکتب. قالوا انا براء، یعنی ما در روبروی شما قرار داریم، شما دجالی. ارزش هایی که شما قبول دارین مورد رد ماست و ارزش هایی رو که ما قبول داریم شما قبول ندارید. پس بین ما یه مرزی وجود داره. ما این مرز رو مشخصاً بهش معرفت پیدا میکنیم که قاطی نشه، از این ور به اون ور رفت و آمد بشه. این مرز مهم. بفهم. Therefore, those who say to circumambulate the heart because the Kaaba itself is a house of stone built by Abraham, while the heart was made by Abraham's God, and by this they mean that we should pay attention to our own conscience, and this is the principle of suluk, have to pay attention that Hajj is not only circumambulation of the house of God. Circumambulation of Baytullah is one of the pillars of Hajj. It means that you will enter the group of monotheists by circumambulating the house of God, but at the same time you must clarify your boundaries with Dajjal. Dajjal means the leader of the anti-monotheism school, that is the Taghut. At the same time as circumambulating God's house, you should perform Ramye Jamarat or stoning of the will. That is, throw 7 stones at the pillar of Dajjal, to the pillar that represents Dajjal, to the pillar that represents Taghut, because Taghut is the leader of the anti-monotheistic school. These two things must be done together. These two tasks must be done together. It means that you cannot be among the polytheists when you line up against Dajjal. Do not be undecided about Dajjal. A unified person is not just someone who goes around the house of God and comes back saying, I am pilgrim. He must perform Abrahamic rites and rituals. One of them is circumambulating the house of God. Another one is throwing an arrow, an inner arrow, an arrow from mind and heart towards stone pillar that represents the anti-value school. Many people may go to Mecca just to see that pillar of Zatan, or if they are completely unaware of this principle, they are wandering. So the real Hajj is performed by someone who determines his own queue, because Abraham did this line drawing. Thus draw a line between two fronts and between two school of thoughts. That means we are in front of you, because you are Dajjal. The values that you accept are rejected by us, and the values that we accept are not accepted by you. So there is a boundary between us. We define this border and get know it, so that the two sides of two borders do not mix together. This is an important. Das heißt, wenn man die Pilgerreise macht und die Kaaba umrundet, dann ist man ein Haji, dann ist man jemand, der diese Pilgerfahrt gemacht hat. Aber dieses reicht nicht aus. Das heißt, dass man sich 7-mal um das Haus Gottes bewegt, reicht hier nicht aus, um diese Pilgerfahrt komplett abgeschlossen zu haben, sondern um dieses vollendet zu haben, muss man noch 7 Steine 7-mal an diese Stele, an diese Säule schmeißen, die Dajjal, die den Satan, die den Antichristen sozusagen symbolisiert. Um zu zeigen, dass man einerseits sich Gott zugewandt hat, auf der anderen Seite aber auch die Werte des Antichristen ablehnt. Und das wurde Abraham gelehrt und dieses wurde auch den Muslimen gelehrt, dass sie so auf diese Art und Weise die Pilgerfahrt, die Hajj, machen sollen. Denn
man muss hier ganz klar herausarbeiten und verstehen, dass es nicht ausreicht, dass man sich Gott zuwendet, sondern dass man bewusst in seinem bewussten Handeln sich auch gegen Dajjal, gegen den Antichristen, gegen den Teufel wenden muss und sich dagegen aussprechen muss, indem man sagt beispielsweise, ich habe meine Werte oder wir haben unsere Werte, die Werte des Vaters Abrahams, die Werte der Hanif, die Werte des Vaters der Einheit und ihr habt eure Werte, die im genauen Gegensatz zu unseren Werten stehen. Nämlich ihr habt die Werte des Antichristen, ihr habt die Werte des Dajjal, ihr habt die Werte des Teufels, die wir nicht annehmen, die im genauen Widerspruch zu unseren Werten sind. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass beides Hand in Hand gehen muss. Einerseits, dass man sich Gott zuwendet, auf der anderen Seite, dass man sich aktiv Dajjal, Taghut abwendet. برادر مکرم فرزاد خان بفرم. چشم آقا. دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم از ولای مرتضا باید زدن دست دل در دامن آل عبا باید زدن لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم بی ولای آن ولی لاف از ولایت چون زنند دم ز اوصاف ولایت با ولا باید زدن ما لوایی از ولای آن ولی بر کرده ایم طبل و در زیر گلیم و خرچه را باید زدن جان علی جان جان علی جان علی جان جان علی لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن نفس خیر المرسلین است دان ولی کردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا لا فتا لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. برادر مکرم امیر علی خان لبا فاتحة الاولیاء رو قرائت بفرمایید. از جهت ترویح ارواح مطهره انبیا و اولیا علی الخصوص خاتم الانبیا و ائمه هدا و فاطمه زهرا سلام الله علیهم و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان عجل الله فرجه الشریف و از جهت ازدیاد قوت ظاهر و باطن جمیع راهنمایان دین خصوصا حضرت آقای درویش وارسته و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک و ازدیاد قوت ظاهر و باطن و گشایش سوری و معنوی و ازدیاد ذوق و شوق فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی مجذوب علی شاهی. الفاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فقری در اینجا به پایان رسید. برادر مکرم فرزادخان بفرمایید. چشم قربان. آدم آمد دم دم آمد، آدم آمد دم دم آمد، حوا او را همدم آمد، حوا او را همدم آمد، آدم آمد دم دم آمد، حوا او را همدم آمد، هاهو 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 هاهو
خواهران و برادران مکرم ایمانی، انشاءالله تا مجلس فقهی آتی در پناه خدای بزرگ سلامت و موفق و مؤید باشید. بنده را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. بنده هم دعاگوی شما هستم. انشاءالله در پناه خدای بزرگ. شاد و سلامت باشید.